چجوری از این ویدیوهای ستایی بسازیم؟ وارد برنامه اینشات میشیم و از قسمت ویدیو و بعد نیو با بلنک یک صفحه خالی ایجاد میکنم. از قسمت کنواس سایزش رو به 9:16 تغییر میدم و با پی آی پی ویدیوی اولم رو وارد میکنم و با کراپ سایزش رو 16:9 میکنم. فیکسش میکنم روی صفحه. یکم این خط سفید عمودی رو میارم جلو و با پی آی پی ویدیوی دومم رو وارد میکنم و دوباره همون کارهایی که قبلا کردم رو براش انجام میدم. تا قبل از که ویدیو آخرم رو وارد کنم باید این خط سفید رو میارم جلوتر. حالا برای اینکه ویدیوم ساده نباشه میزنم روی ویدیوم، انیمیشن رو میزنم و اولی رو انتخاب میکنم. دوباره میزنم روی ویدیوم، انیمیشن رو میزنم و اولی رو انتخاب میکنم. همینطور آخر. حالا میزنم روی قسمت‌های اضافه ویدیوم، اسپلیت میکنم و بعد پاکش میکنم. میزنم روش، اسپلیت میکنم و پاکش میکنم. و بعد از این قسمت براش موزیک انتخاب میکنم.